هوشیار باشین. شاهزاده غسان خیلی دور نشده. یه چیزی اینجا درست نیست. ما باید با احتیاط پیش بریم. البته منولیاس میتونی مثل جونوری موزی که ترسید از بین سایه حرکت کنی. جدی میگم آراد، اینجا یه حضور عجیبی هست. منم میتونم حسش کنم. تنها یه راه واسه فهمیدنش هست. پس بریم. بهرام، این آزاده، یکی از نیروهای اردشیر. به نظر میاد خیلی وقته که مرده. چطور ممکنه؟ اونا فقط کمی از ما جلوتر بودن. ما اینجا مورد استقبال نیستیم. حواستون رو جمع کنید. ما شاهزاده و آناهیتا رو پیدا میکنیم. ما میریم به سمت شهر. ما با هم جایی نمیریم. تو فقط جلوی دست و پای منو میگیری. تو این قضیه تنهایی. تو اینجا چی کار میکنی؟ این مکان برای یه بچه خیلی خطرناکه. نگران من نباش. من دژو بهتر از هر کسی میشناسم. قدم به قدمشو بلدم. حتی جاهایی میرم که بقیه نمیتونن. من با همه موجودات صحبت و بحث کردم و همه درختای اینجا رو میشناسم. مثل این یکی؟
همشون مثل اینه؟ این درخت‌ها خاصن. اسمشون واکواکه. اونا خالص ترین آسرا رو دارن. پس زیر برگاشون بیست تا انرژی تو بازیابی کنی. درختای واکواک زیادی تو کوه قاف هست. توی که میگی همه چیز رو میدونی به هم بگو ببینم. ما دنبال سربازایی مثل خودمون هستیم. شاهزاده ما توسط آنا یه سردار دزدیده شده. همچین کسی رو دیدی؟ یه شاهزاده؟ خیلی وقته که شاهزاده ای اینجا نبوده. من فقط تو رو دیدم. خب اگه دوستتو توی کوه قاف گم کردی پس نیاز به یه چشم سرگردان داری. اون دیگه چیه؟ یه چیز خیلی نادر و قدیمی. بیا مال تو. زود باش امتحانش کن. بیا بذار یه کلک باحال برای به خاطر سپردن مکانات تو کوه قاف بهت نشون بدم. ممنونم خانم کوچولو. من اسمتون نمیدونم. اسم من فریباست. منم سارگونم، سرباز گارد جاویدان. چه تأثیر گذار. خب سارگون، مطمئنم تو کوه قاف هم دیگر رو میبینی. وقتی بتونم یافته همو باهات در میون میذارم، ولی برای این کار به کریستالای زمان نیاز دارم. کریستالای زمان؟ به کوه قاف خوش اومدی. سارگون این بالا. شاهزاده رو به دروازه سیمرغ ببر. آناهیتا جرأت داری بهش آسیب بزن. اگه شاهزاده قصانو میخوای بیا و بگیرش. آناهیتا آناهیتا اینجا بود. اون داره قصانو به دروازه سیمرغ میبره. شاید آرتابان درست میگفت که آناهیتا تاج و تخت رو میخواد. و اون چیزی که بالای سرمونه چی؟ مطمئن نیستم، ولی برای رسیدن به قصان آناهیتا باید نابودش کنیم. از این فاصله هیچ کدوممون نمیتونیم. شاید منولیاس بتونه اینجا کمک کنه. بهرام منولیاس رو فرستاد شرق تا جنگل رو بگرده. سعی میکنم پیداش کنم. منم دنبال یه راه دیگه. چی اینجا کشوندتت مسافر؟
من و همراهانم داریم دنبال یه خائن میگردیم. پس تو و بقیه هم اینجا گیر افتادید. کوه قاف مسافرای کمی نداشته. خیلی از اونها تو تارهای نفرین زمان گم شدن. اینو بدون جنگجو. مرگ و بدبختی تو این دژ پرسه میزنه. من مرگ کم ندیدم. حتی مصممترین جنگجوها هم باید آماده باشن. اینو بگیر. خواص منحصر به فردش بهت کمک میکنه. فقط بدون که هر کدومشون با ارزشن و فقط کناری درخت واک واک تغییر میکنن. ازش استفاده خوبی میکنم. خوش اومدی. یکی دیگه از مردان اردشیر. سارگون، نه چطور؟ تو زنده‌ای؟ زمان زیادی گذشته. چی؟ تو تازه دیشب رسیدی اینجا؟ فقط یه شب که 30 سال به درازا کشیده. 30 سال؟ این مکان مثل زندانه. هیچ راه خروجی نداره. تو باید فرار کنی. همرزمانت کجان؟ همشون تو دژ گم شدن. همشون زندانیای زمانه. اسارت بی پایان اونا رو دیوونه کرده. منم به زودی به سرنوشت اونا دچار میشم. هیچ انتخابی نیست. مرگ تنها راه رهاییه. مردانم رو نجات بده. نشانم بگیرش. همرزمان منم نشانشونو میدن. وقتی زمانش رسید اونا رو آزاد کن.
پدر من کجا؟ آهای صبر کن. پدر چه اتفاق داره برام میفته؟ وایسا ببینم تو کی هستی؟ اون یهو ناپدید شد. آهای اولین بارته که یه درخت واک میبینی؟ از این درختها تو سفرم دیدم، ولی تو اولیشون هستی که حرف میزنی. نه من درخت واک نیستم. من تو زندگی میکنم. درختای واک زیادی تو سراسر دژ هستن. شاخه‌های اونا برای ما پناهگاهن و همینطور کمک بزرگی به مسافرای مثل خودتن. بله متوجه شدم. این درختها همیشه اینجا بودن. از لحظه شروع زندگی ریشه های عمیق اونا توسط آترای کهنی که تو تمام موجودات وجود داره تغذیه میشه. ولی الان جنگل در عذابه. وسط این نفرین موجودی از مکان دیگه بذر بدبختی و ویرانه میکاره. بیا اینو بگیر، بهش نیاز پیدا میکنی. سلام سارگون. چشم سرگردان تو به هم قرض بده تا من اطلاعات این منطقه رو بهش اضافه کنم.
کمان منولیاس؟ اینجا چه خبره؟